سلام، اینجا دنت تایم استودیو هستش. با دکتر نقوی در خدمت شما هستیم تا به پرتکرارترین سوالاتون راجع به کامپوزیت پاسخ بدیم. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. دکتر یه توضیح کلی میدین که کامپوزیت چی هستش و چه فرقی با لامینت داره؟ ببین، کامپوزیت و لامینت دوتایشون رو برای زیبایی انجام میدین. حالا اون کامپوزیتی که شما مد نظرشون هست کامپوزیت ونیر و لامینت. خب هر کدوم خب یه سری خوبی هایی دارن، یه سری مثلا بدی هایی دارن. کامپوزیت کارش زودتر انجام میشه چون ما خودمون توی مطب یک جلسه انجام میدیم، خب کارش زودتر انجام میشه. ولی لامینت باید مثلا لابراتوار ساخته بشه. خب بعد اینکه خب لابراتوار ساخته میشه، توی کوره پخته میشه، این باعث میشه که محکمتر باشه لامینت نسبت به کامپوزیت. حالا بعضی مواقع ما داریم که مثلا لامینت چون زمان بیشتری دارن برای درست کردنش، حالا ظرافتش هم میتونه بیشتر باشه، ولی خب میگم بعضی موقع ها اینطوریه. حالا کامپوزیت خیلی به مهارت دندون پزشک بستگی داره، یعنی تماما هنر دست دندون پزشک هستش. از بخوام مثلا معایبش بگم، ممکنه کامپوزیت لب‌پر بشه، ممکنه که حالا زودتر رنگ بگیره، دیگه عیب دیگه ای نداره. ولی ببین مثلا ما بیشتر سوالایی که دارن بیمارا از ما میپرسن اینه که من شنیدم کامپوزیت مثلا تراش نمیخواد، من شنیدم که لامینت تراش نمیخواد، در صورتی که ما نداریم. واقعا ما نمیتونیم چیزی روی دندون بچسبونیم بدون اینکه هیچ تراشی بدیمش. خب منظور از تراشی نیست که مثلا بخوای بسابی دندون تا نابود بشه، منظور اینه که مثلا خش بیفته روش که مواد بچسبه. من خیلی موقع توضیح میدم که شاید بیشتر خانم ناخن کاشته باشن، ناخن رو میتراشن، ناخن رو از بین نمیبرن، ولی یه لایه خش میندازن که مواد بچسبه روش. دقیقاً ما همین کار توی کامپوزیت و حتی توی لامینت انجام میدیم. دندون قرار نیست تراش بخوره مگر اینکه داخل اون قوس فکی نباشه. به هر حال ما وقتی میخوایم کامپوزیت بزنیم یه قوس فکی رو در نظر میگیریم دیگه. خب این خیلی طبیعیه. اگه دندون بیرون زده است باید تراش بخوره بره عقب، اگه دندون عقبه باید مواد بیاد روش تا توی اون قوس فکی قرار بگیره. پس ما هیچ کدوم از این کارا رو عمدن انجام نمیدیم. اگر لازم باشه حالا طبق اون چارچوب ها و مثلا خط قرمز هایی که خودمون برای خودمون داریم اون رو انجام میدیم. ولی این که مثلا کامپوزیت تراش نمیخوره، لامینت تراش نمیخوره، به نظر من بیشتر مثل یه تبلیغ میمونه تا اینکه واقعیت باشه. درسته. بعد دکتر این که یه سری از دندون هایی که نیاز به ارتودنسی دارن میان به جای اینکه ارتودنسی کنن اون دندون ها رو کامپوزیت میکنن. حالا نمیدونم این کار درستی هستش یا نه، و اگه این کار رو انجام میدن توی چه مواقعی که دندون نیاز به ارتودنسی داره میان به جاش از کامپوزیت استفاده میکنن؟ ببین مثلا ارتودنسی خب حالا یه بخشش زیباییه دیگه، یه بخشش هم حالا به خاطر اینه که عملکرد دندون ها سر جاش برگرده. مثلا ما خیلی موقع ها داریم دندون ها وقتی مثلا با هم دیگه خوب مچ نشن، دندون آخر تو نمیتونی خوب غذا بخوری. ولی خب یه بخشی از ارتودنسی هم صاف شدن دندون ها مثلا زیباییشه. خب ما میتونیم کیس های خفیف رو با کامپوزیت پوشش بدیم. مثلا فکر کن دندون ها همه صافن، یه دونه دندون یه کوچولو کجه، این کار رو میتونیم انجام بدیم. ولی وقتی که دندونی هست که انقدر کج شده که کلا جا براش دیگه نیستش، خب نه اون منطقی نیست بخوای با مثلا ارتودنسی به جای ارتودنسی اینقدر از کامپوزیت یا کار زیبایی استفاده کنی. به ما هم کامپوزیت و هم لامینت رو ما روی خود دندون انجام میدیم. من همیشه به بیمارا میگم وقتی مثلا سایز دندون تو انقدر تو نمیتونی انتظار داشته باشی کوچیک‌تر یا بزرگتر بشه، یک کم از اون چیزی که داری میتونی مثلا دندون تو تغییر بدی. ما تو کیس ارتودنسی خیلی داریم که دندون انقدر چرخیده که دیگه اون عرض کافی رو نداره که ما بخوایم مواد روش بذاریم. برای همین مجبور میشیم دندون‌های کناریش رو مثلا تراش بدیم تا بخواد زیباییش برگرده، یا مجبور میشیم دندون رو انقدر تراش بدیم که بره توی قوس فکی قرار بگیره. خب به عصب میرسه اصلا بحث به عصب رسیدنش بحث اینه که اون دندون نصفش تراش خورده که به عصب رسیده دیگه. من خودم توصیه نمیکنم، بیشتر کسایی هم که میشناسم واقعا توصیه نمیکنن که دندونی که ارتودنسی لازم داره رو کامپوزیت بکنی، مگه در مواقع خاص که میگم مثلا حالا اونم باز پزشک تشخیص میده که این کار رو انجام بده. ولی در حالت طبیعی ما همیشه اولویتمون سلامت دندونه، یعنی ما هیچ وقت نمیایم سلامت رو فدای زیبایی دندون کنیم. این اصلا کار منطقی نیستش که بخوایم این کارو بکنیم.
برای همین به نظر من دندونی که ارتودنسی لازم داره خب ارتودنسی کنید تو دلیل کار زیبایی برشن. پس یعنی این مورد خیلی کار درستی نیستش؟ نه به نظر من کار درستی نیست، واقعا توصیه نمیکنم کسی انجامش بده. من میگم مثلا بیشتر دکتران واقعا انجامش نمیدن خودشون، چون تو داری سلامتشو به خطر میندازی دیگه. ما اول اولویتمون سلامت بدنمون هست دیگه. میشه لطفا به ما بگین که ما چیکار کنیم که عمر کامپوزیتمون بیشتر باشه و چه چیزایی توی دوام کامپوزیت میتونه موثر باشه؟ درسته. ببین ما کامپوزیتی که میذاریم خب همیشه میگیم مثلا حالا تو هر درمانی انجام بدی خب مراقبت خودت خیلی مهمه. تو حتی دندون خودت هم که دیگه از مینای دندون سخت‌تر چیزی نیست، مراقبت خودت خیلی مهمه. پس در وهله اول مراقبت خودت، این که از دندونات استفاده ابزاری نکنی، نمیدونم پسته نشکنی، باهاش در چیزی رو باز نکنی، مراقبش باشی. یا حتی مثلا بهداشتش رعایت کنی. ما خیلی مشکل مثلا خیلی داشتیم اینو که دندون‌هایی که کامپوزیت شده یا کار زیبایی براش انجام شده از پشت خراب شده، چون تو در حالت نرمال میبینی مثلا پوسیدگی یا سیاهی و میفهمی که دندونت مثلا خراب شد، ولی وقتی یه کاوری اومده روی دندون تو اینو متوجه نمیشی. موقعی میبینی که دیگه اون یا درد گرفته یا اونقدر خراب شده که تو حفره‌شو حس میکنی. پس بهداشتش تو این زمینه خیلی مهمه برای سلامت دندونت، اینکه ازش استفاده ابزاری نکنی که دندونت نشکنه. ما خیلی موقع‌ها مثلا داریم که حالا بیمار فشار فکش زیاده، مثلا خب اینجوری مثلا کیسا باعث میشه خب عمر کامپوزیتشون هی کمتر بشه دیگه. ما خودمون عمر کامپوزیت رو بین 3 تا 5 سال میبینیم. یعنی من میگم مثلا اگه کامپوزیت بعد 3 الی 5 سال کار کرد، دیگه کامپوزیتی که بعد خوب کار کرده، بعدش میتونی دوباره کامپوزیت رو عوض کنی. پس افرادی که دندون قروچه دارن این باعث میشه که مثلا کامپوزیتشون ممکنه به مشکل بخوره. آره کسی که دندون قروچه داره به خاطر فشار فکش، به خاطر فشار دندونش هم ساییده میشه. خب و تو فکر کن فشاری که انقدر زیاد بشه که دندون ساییده بشه، خب قطعا کامپوزیت هم مثلا ساییده میشه باهاش دیگه. ما حالا همیشه مثلا میگیم 3 تا 5 سال میتونی بعدش دوباره عوض کنی کامپوزیتتو. حالا خیلی براشون پیش میاد پس ما توی لوپ باطل افتادیم دیگه، هی بعد هر چند سال یه بار مثلا کامپوزیتمون رو عوض کنیم. این لزوما این نیست که تو بعد مثلا 3 سال یا 5 سال باید عوض کنی. این آپشن رو داری که عوضش بکنی، اگه مثلا مشکل داشت عوضش بکنی، چون اصلا بعد مثلا 5 سال خب همه چی جدیدتر شده، علم بیشتر پیشرفت کرده، شاید یه مدل جدیدی باشه که مثلا اون برای دندون بهتر باشه. ما درمانی که الان انجام میدیم و متناسب با علمی که الان داریم انجام میدیم. 10 سال دیگه شاید اون دیگه انجامش ندیم، همونجوری که مثلا 10 سال پیش انجامش نمیدادیم. به نظر من آدم اگه میخواد کاری رو انجام بده با آگاهی اگه انجام بده، حالا بعدا هم با خودش نمیگه کاش این کار نمیکردم، مثلا پشیمون نمیشه دیگه. پس با توجه به این چیزایی که گفتین ممکنه که چند سال دیگه کامپوزیت کلا انجام نشه. آره منسوخ بشه. آره احتمالش هست. من حالا فکر میکنم مثلا این تب کامپوزیت که حالا الان فکر کنم کمتر شده، این یه حالت ترند دیگه، یه حالت ترنده که اومده و حالا یه مدتی میمونه و بعدش هم مثلا شاید نمیدونم شاید دیگه به این سفیدی که الان همه دوست دارن بذارن نباشه، مثلا بیشتر به سلامتش مثلا یا به مرتب بودنش اهمیت بدن تا اینکه مثلا به رنگش بخوان اهمیت بدن. به نظر من بخش زیادی از این تب کامپوزیت به خاطر ترند بودنشه و اینکه ما اصلا لازم نیست همه شبیه هم باشیم. واقعا چرا باید همه دندون سفید باشه؟ مگه رنگ پوستمون همه شبیه همه که دندون همه شبیه هم باشه؟ اتفاقا لبخند هر کسی مثلا منحصر به همون فرد، یعنی امضای خودشه. آره امضای خودشه. پس لازم نیست که همه دندونه سفید و صاف یک دست داشته باشیم، چون اصلا هم چیزی مثلا نرمال نیستش که بخوایم داشته باشیم. بعد دو تا یه سوال دیگه که خیلی پیش میاد اینه که رنگ کامپوزیت رو برای هر آدم با توجه به چه چیزی انتخاب میکنن؟ ببین چون رنگ کامپوزیت رو میتونی خودت انتخاب بکنی، خب بیشتر موقع‌ها سلیقه‌ایه. اگه بخوای اصولیش رو انتخاب بکنی مثلا با توجه به رنگ پوست فرد انتخاب، ما کامپوزیت ها مثل مداد رنگ 12 تا رنگ داریم، حتی بیشتر شیدهای متفاوت داریم. با توجه به رنگ پوستشون میتونی انتخاب کنی. تو میتونی کامپوزیت رو تا حدی سفید بگیری که مثلا حالا میگن از سفیدی چش سفیدتر نباشه. اگه از اون سفیدتر باشه دیگه به پوستت نمیاد، بعد مثلا جالب نیستش، طبیعی به نظر نمیرسه. ولی کاملا سلیقه رنگ کامپوزیت. شاید مثلا اگه بخوای فک بالات کامپوزیت بذاری، خب رنگ دندونای پایینت هم لحاظ کنی که نخواد خیلی مثلا دو رنگ باشه.
ولی کاملا سلیقه‌ایه. من خودم همیشه پیشنهاد میکنم یه چیزی رو بذار که اگه مثلا 5 سال دیگه هم بهش نگاه کنی نگی مثلا کاش انقدر سفید نمیذاشتم، کاش انقدر مثلا فلان مدل نمیذاشتم. ولی معمولا آدمو سفید دوست دارن. آره و مثلا ممکنه اون سفیدی که مثلا برای من که رنگ پوستم سفیده، سفیدی که برای من انجام میشه اگه برای رنگ پوست دیگه انجام بشه خیلی سفیدتر به نظر بیاد. دقیقاً. من خیلی موقع مثلا بیمار داشتن 2 تا خواهر بودن، کامپوزیت یک برن 2 تا خواهر حالا شبیه هم ولی پوستاشون یه کوچولو با هم فرق میکنه و مثلا میگه اونی که واسه خواهرم گذاشته سفیدتره، ولی در صورتی که خب مثلا میبینی خطای چشم، رنگ لب، رنگ رژ حتی تاثیر داره تو این که مثلا ببینی اون سفیدی چقدر سفیده. و مثلا من هرچی بهش میگم با من یه کامپوزیت بعد سرتون گذاشتم امکان نداره رنگش فرق کنه، ولی واقعا راست از دور که نگاه میکردی انگار رنگش فرق میکردش. اینا همه میگم سلیقه‌ای ولی اصولش اینه که خب متناسب با رنگ پوستت انتخاب میشه دیگه. درسته. دکتر قیمت کامپوزیت چرا توی جاهای مختلف فرق میکنه؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ ببین ما همیشه برای هر کاری یه رنج معقول قیمت داریم. خب یعنی حالا جدا از این چیزی که مصوب هست، تو با توجه به مثلا میزان زحمتی که میکشی، با توجه به موادی که مصرف میکنی یه قیمت مثلا معقول داری. حالا بعضی موقع‌ها یه کم پایین‌تر، بعضی موقع‌ها یه کم بالاتر. خب قطعا مهمترین فاکتورش این تبحر دندون پزشکی که داره واسه کار انجام میده. یکی از فاکتورهای مهم دیگه جنس موادی هست که داره استفاده میکنه. ولی چیزی که باید بهش دقت کنید، حالا ما یه دونه ریلز هم توی اینستاگرام راجع به این داریم، اینه که مثلا تو وقتی کامپوزیت انجام میدی همون کار فقط همونجا انجام نشه. یعنی مثلا تو اگه بعداً هم مشکلی پیش اومد بتونی از حالا خدمات بعد از اون هم استفاده بکنی، چون قطعاً هستن کسایی که تازه کامپوزیت میزنن و حالا یا بهش عادت ندارن یا مثلا تو اون جلسه متوجه نشدن، مثلا بعداً فهمیدن اینجاش بلنده، اونجاش کوتاه، اینجاش لپ‌پر شده. یعنی یه حالت حالا نمیشه اسمش گفت خدمات پس از فروش، ولی باید خدمات پس از درمان هم لحاظ بشه به نظر من توی اینکه حالا کدوم کامپوزیت یا کدوم مثلا دکتر رو برای انجام کامپوزیت بخوایم انتخابش بکنیم. درسته. من خودم پیش شما کامپوزیت انجام دادم دکتر، خیلی راضی هستم با اینکه 3 سال از کامپوزیت من میگذره ولی واقعا عالی بوده موندگارش. مراقبش هم نبودی خیلی؟ آره واقعا مواظب نبودم و بعضی موقع خودم تعجب میکردم چرا من اصلا مواظب این کامپوزیت نبودم، چه جوری انقدر برای من خوب مونده. آره اینکه ولی واقعا اینکه مراقب نبودی و خوب مونده خیلی خوش شانس بودی، چون که واقعا کامپوزیت مراقبت لازمه. من حتی دفعه قبل که معاینه کردم دندون چک کردم مثلا پوسیدگی هم نداشته، با اینکه میدونم خیلی مراقب نیستی ولی واقعا شانس آوردی، چون کامپوزیت واقعا مراقبت لازم داره. دکتر کسی که قصد انجام کامپوزیت رو داره چه پیشنهاد و توصیه هایی بهش دارین؟ درسته. ببین اول از همه باید بررسی بشه، ببینی اصلا اون دندون، اون مثلا لبخندی که مد نظرش هست قابل اجرا هست یا نه. ما خیلی موقع ها داریم دندون های پوسیده ای رو که خب لازمه قبلش درمان بشن. ما خیلی موقع ها داریم دندون هایی رو که ارتودنسی لازم دارن تا اینکه بخوان صاف بشن، با کامپوزیت واقعا جمع نمیشه. یا درمان های مثلا اضافه تر لازم دارن که با کامپوزیت واقعا جمع نمیشه کارشون. بهتر همه درمان هایی که حالا زیرسازی هایی که لازم هست انجام بشه و بعد به نظر من انتظار متناسب با واقعیت باشه. ما خیلی داریم کسایی رو که خب بالاخره آدما فرق میکنن دیگه، نوع لبخندشون فرق میکنه، سایز دندوناشون فرق میکنه، واقعا یک نسخه روی همه جواب نمیده. به نظر مهمترین عاملی که باید در نظر بگیری اینه که انتظارت متناسب با واقعیت باشه. دکتر حالا یک کسی کامپوزیت انجام داده، سلامت دندونش رو اول در نظر نگرفته، میتونه بعدش عصب کشی انجام بده و حالا تو اول کامپوزیت انجام بدی بعد به سلامت دندونت رسیدگی کنی؟ ما معمولا پیشنهاد نمی‌کنیم همچین کاریو. چرا؟ چون دندونی که عصب کشی لازم داره دندونیه که مثلا بافت سالمی نداره. یعنی تو نمیتونی روی مثلا پوسیدگی کامپوزیت بذاری بگی حالا بعد بیا پوسیدگیشو بردار. اگه بعد از اینکه کامپوزیت گذاشت دندونش احتیاج پیدا کرد که عصب کشی کنه، اونو میتونیم انجام بدیم، چون کامپوزیت صرفا روی دندون، ما از پشت دسترسی به دندون داریم. ولی اینکه بخوای روی پوسیدگی ها کامپوزیت بذاری بعداً پوسیدگی رو برداری، نه واقعا نه انجام میشه، نه توصیه میکنیم که انجام بدیم. خیلی ممنونم دکتر. ما توی این پیج راجع به سوالات رایج دندون پزشکی صحبت میکنیم. اگه سوالی دارین میتونین برای ما کامنت کنیم. ما توی ویدیوهای بعدی حتما به سوالاتتون پاسخ میدیم. ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردین.